استالین کسی بود که مکتب الحاد، مکتب کمونیست را در دنیا تأسیس کرد. در وقت جان دادن این کسی بود که یک عمر دراز با خدا در جنگ بود. استالین. کمونیست ها سابق در افغانستان بودن، در زمانی که روس در افغانستان آمد کمونیست های زیادی آمدن. یعنی اونا خدا باور هستن، خدا را قبول ندارن، آتئیست ها هستن، خدا قبول ندارن. زنش میگه در وقتی که این در وقت جان دادن بود، من بالای سر استالین رفتم، در همون وقت این نام الله را میگرفت. وقتی که درد فشارش میارد الله الله میگفت به زبان خودشان. میگه از پیشش پرسان کردم تو یک عمر دراز با خدا در جنگ نبودی؟ میلیون ها نفر کافر نکردی تو؟ با کتاب های خودت، با سخنرانی های خودت میگفتی خدای وجود نداره، نام الله رو میگیری تو؟ گفت من نمیفهم. وقتی که درد به من فشار میاره اینمی کلام به زبان ما جاری میشه. وقتی که این نام به زبان ما جاری میشه میبینیم که دردم آرام میشه. شما ببینید یک کافر نام الله را میگیره دردش تسکین پیدا میکنه. تو که مسلمان هستی اگر تو به الله به نامش عادت بکنی، به او محبت بکنی، شب و روز او همراه تو باشه، تو را دیگه غم فشار میاره؟ برای غم فشار نمیاره. چون کسی که الله در کنارش باشه او درد نداره، او بیچاره نمیشه، او خار نمیشه، او ذلیل نمیشه، چون الله که خالق جهان است در کنارش است. یک امام خودش قصه میکنه، میگه در یک جای تازه من امام شده بودم. خب بس تازه امام شده بود، میگه هر خانه مرا مهمان میکردن. در یکی از این روزا همسایه مسجد مرا مهمان کرد. میگه من به مهمانیش رفتم، داخل مهمانخانه نشستم، با امروش صحبت کردم. شب تیر شد، میگه ما از مهمانی رفتیم بیرون. یه مدت تیر شد، دیدم که این مرد که همین همسایه مسجد است او قدر اخلاق خوب به همراه من نمیکنه، در حالی که اول خیلی به من محبت داشت و اخلاص داشت. میگه چند مدت تیر شد برای ما گفت که من دوست دارم که امشب مهمان ما باشی، خوب گوش کنید. امام مسجد میگه من گفتم که خوب است. میگه باز به مهمانیش آمدم. میگه مرد آمد پیش از این که غذا را بیاره پیش روی من نشست، گفت به خدا تو را قسم میدم من یک چیز پرسان میکنم از پیش راست بگو. امام مسجد میگه من حیران ماندم که چی شد، چی گپ است؟ گفتم خوب است، راست میگم، نیاز به قسم نیست، تو فقط بپرس. میگه برای من گفت من 6 ماه پیش تو را مهمان کرده بودم، یادت است؟ گفت بله یادم است. گفت زن ما عادتش همی بود هر وقتی که من پیسه میدادم زیر همی توشک میمانخانه او را میماند، دروازه‌اش قفل بود. خیلی پول اینجا جمع کرده بود زیر توشک. وقتی تو را مهمان کردیم در مهمانی آمدی، بعد از اینکه تو از مهمانی رفتی همون پیسه همونجا نیست، همون پیسه رو خود دزدی نکردی، پیسه رو خود نگرفتی. امام مسجد برش گفت ما گرفتیم. پیش از اینکه این دیگه گپ بزنه شروع کرد صاحب خانه تو شرم نمی کنی، تو ریش داری، تو لنگی داری، تو عالم هستی، تو دزدی میکنی، ما چقدر به اخلاص تو را اینجا آوردیم. 6 ماه هست که درون ما خورده که تو دزد هستی، من پشت یک دزد نماز میخوانم. میگی هر دشنامی که از دهنش آمد امروز مولا رو مردم خیلی دو میزنه. خدا بازی امام بیچاره را قدر دشنام داد این صاحب خانه. میگه بعد از لحظات دید که این عالم سرش پایین است و گریه میکنه. میگه صاحب خانه برش میگه هم دزدی میکنی هم گریه میکنی؟ میگه امام مسجد گفت گریه من به خاطر از این نیست که تو مرا دشنام دادی، تو مرا توهین کردی، تو مرا تحقیر کردی. گریه من از این است که 6 ماه هست این قرآن در اتاق خانه تان مانده شده و 6 ماه یک مرتبه قرآن از پوش بیرون نشده. گفت من او پیسه را از زیر توشک گرفتم،
بردم در داخل اونم پوش قرآن ماندیم اوجا که ایجا گم نشه. شما حتما فردا یا پس فردا قرآن باز میکنین میخوانین، باز پول از اوجا میگیرین. صاحب خانه از جای خود بلند میشه، پاهای لرزان لرزان من نزدیک قرآن میره، قرآن باز میکنه که پول دم پوش قرآن مانده شده است. و عالم گفت ما 6 ماه هست گریم به خاطر عزیز که قرآن در خانه شما چقدر مظلوم است. 6 ماه کسی قرآن یک بار باز نکرد، از پوشش نکشیده. درد مزیج است. من به خاطر این گریه میکنم، به خاطر دشنام تو گریه نمیکنم. پیامبرم دشنام میدادن، علما و دیندارا را مردم دشنام میداد دیگه. مولای حیات الدین صاحبی را شهید نکردن، ایاز نیازی را شهید نکردن، مسلمی ها را شهید نکردن. خب نوبت ما یک روز میرسه دیگه. یعنی درد ما واقعا از این است که امروز ما قرآن باز نمی کنیم. این که امروز زن با حجاب در ستیز است، با دین در ستیز است، با ریش در ستیز است، با لنگی در ستیز است، با عالم در ستیز است. چی وقت چند سال زنده میمونی؟ چند سال داخل قبر همراه تو که میره؟ با مار و گشتم قبرستان چی میکنی؟ نه توشک نه لحاف. آره در دنیای غیر قبرستان هم نمونده، چون زمینش خیلی قیمت شده. چی کار کردن؟ یک داش جور کردن، باز مثل که نان در داخل داش پخته میکنن، آل اون نفر در داخلمون میمونن، حرارت ازو خیلی زیاد بالا هست. او را در داخلمون داش داخل میکنن، 10 دقیقه تمامش پتر جور میکنن، یعنی خاکستر جورش میکنن. باز خاکسترش برده یک کمش در خانواده ازی میته که در خانه نگاه کنید دیگه، دیگه برده یکم طرف میاندازن.